عاشق شدین تو نوجوانی؟ من مجنونوار کسی رو دوست داشتم. هی میرفتم میومدم به بهانه‌های مختلف، کم کم مثلا به هم علاقه‌مند شدیم. اما بعد مثلا تو دانشکده میدیدمش. این مسیر رو که میرفتم میخوام بهتون بگم تمام این خیابون‌های هفته تیر بوی اونو میداد. من اینجوری استشمام میکردم تا برسم بهش. عجب عشق عمیقی داشتی. آره، به هر دلیلی خواستیم ازدواج کنیم و اون آقا برگشت تهش گفت دیپلم داری؟ دیپلم مثلا من فوق لیسانسم، لیسانسم نمیدونم چی هم، اینا خانواده ممکنه نفهمه. این قلب منو شکوند. انقدر من شکستن قلبمو شنیدم، صدای شکستن قلبمو. شاید شانس آورده ایم که بعضی از درها هرگز به رویمان باز نشد. ببین خیلی وقت در وقتی باز بشه بعدا میگیم آخ چرا این کارو من کردم، چرا اصلا قبول کردم از این کمکی که میخواستم، کاش قبول نمیکردم، چون بعدا بیچاره میکنه آدم. مولانا میفرمایند بس دعاها که خلاف است و هلاک، که از کرم می نشنود یزدان پاک. شکر ایزد کان دعا مردود شد، ما زیان پنداشتیم آن سود شد. مصلح است و مصلحت را داند و آن دعا را باز میگرداند. خیلی وقت ما ناراحت میشیم در لحظه، ولی بعدها میگیم خدا رو شکر که اون اصلا من این کارو نکرد.